هفته گذشته کنفرانس ارزیابی تأثیرات سقوط نظام پیشین در افغانستان بر منطقه و جهان در دانشگاه برونل واقع در غرب لندن برگزار شد. همزمان رونمایی کتاب اخیراً منتشر شده دکتر عبدالخالق لعلزاد تحت عنوان راه حل‌های علمی عملی بحران قومی و ساختاری افغانستان با حضور و سخنرانی نویسنده انجام شد. 3 نهاد در تدارک و برگزاری این کنفرانس همکاری داشتند که عبارت بودند از انستیتیو پژوهش سیاستگذاری برای جنوب آسیا، به اختصار پریسا، گروه پژوهش مطالعات جنوب آسیا در دانشگاه برونل، کانون همیاری فرامرزی پارسی زبانان. با وجود هوای بارانی و باد شدید و اعتصاب رانندگان مترو، تعداد قابل توجهی از علاقه‌مندان خود را برای حضور در کنفرانس به دانشگاه برونل رسانده بودند. Firstly, a huge thank you for making it to the campus today amidst tube strikes and terrible weather. But I think it's really important that we are here, and we're very grateful, and I feel very privileged and honoured to be able to welcome you today and to welcome such an extremely knowledgeable and experienced panel of speakers for this important conversation. دکتر لوک هسلوپ از طرف دانشگاه بعد از خیر مقدم گفتن به حاضران و ستایش از اراده آنان برای رسیدن به محل کنفرانس، اسامی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را به اطلاع حاضران رساندند. این گرد همایی با نغمه موسیقی افغانستانی ایرانی توسط نوازندگان نی و دف، آقایان نامدار و سعید آغاز شد. As the other members of the panel do. So I thought I'd just provide a little bit of context to the discussions that might follow. Thinking first a little bit about the historical context behind what is going on in the country. اولین سخنران دکتر مگنس مارزدن از طرف دانشگاه برونل بود که بستر تاریخی و اجتماعی افغانستان را برای تسهیل بحث‌هایی که قرار بود در کنفرانس مطرح شود ترسیم کرد. عنوان سخنرانی دکتر مارزدن فروپاشی دولت، راهی به جلو از طریق آموزش بود. So basically, I would like to start by stating, a little bit about the history of our constitutional order in Afghanistan, and then come to where we are now. سخنران دوم خانم فوزیه کوفی، نماینده مجلس لویی جرگه در نظام پیشین بود. وی در مورد نقض حقوق زنان و حقوق بشر در پی سقوط نظام پیشین صحبت کرد و از رشد افراطگرایی و تأثیر عمیق آن بر روانشناسی جمعی افغانستانی‌های داخل و خارج کشور گفت. And we had a few messages. Message number one was that the fight that we are doing and the sacrifice that we are paying, it's for the whole security of the region. It's not only for Afghanistan, it's for the security of the region. سخنران بعدی آقای زیا سیراج بود که در مورد تأثیر سقوط نظام پیشین بر وضعیت امنیتی منطقه سخنرانی کرد و به تشکلیابی مجدد گروه‌های تروریستی در افغانستان و فراتر از آن پرداخت. And the topic I'm going to discuss specifically is like regional and global implication of the Taliban's return to power. به دنبال آقای سیراج، دکتر زیشان هاشیم از طرف پریسا درباره پیامدهای منطقه‌ای و جهانی بازگشت طالبان به قدرت سخنرانی کرد. And also Ms. Fozia and also Mr. Siraj, so they already discussed many things. So I'm also going to recap them
And some important issues I want to highlight. Basically, I'm like the political economist, so Afghanistan is very important for me, not only to understand, but also how it can affect the situation in Afghanistan, can affect the region, South Asia, and also the global world. پس از این 4 سخنرانی، قسمت پرسش و پاسخ برگزار شد که در طی آن معلوم گشت که 2 نفر سخنران افغانستانی بر این نظر بودند که به دلیل فقدان حمایت مردمی و در اقلیت بودن طالبان، فروپاشی و سقوط طالبان در آینده‌ای نه چندان دور از انتظار نیست. به دنبال جلسه پرسش و پاسخ، کیهان لندن نظر یکی از شرکت کنندگان را در مورد سخنرانی ها جویا شد. به نظر من خیلی جالب بود، به خصوص که من فکر نمی کردم این تعداد زیاد افغان ما داشته باشیم که علاقه‌مند به مسائل سیاسی اجتماعی باشن و تو این دانشگاه حضور داشته باشن، که خب من فکر می‌کنم این یه نکته مثبت بود. نکته دیگه سخنرانان بود که اکثراً راجع به گذشته صحبت میکردن، اکثر راجع به شرایطی که وجود داره صحبت میکردن و به نظر من اون چیزی که کم بود این که راه حلی که عملی باشه و ما بدونیم که اون راه حل واقعا عملی خواهد بود در افغانستان ارائه نشد. ضمن این که به نظر من بعضی اطلاعاتی که داده شد شاید زیاد مبالغه بود و من نمیدونم که واقعا 10% مردم طرفدار طالبان هستن یا 50%، ولی اینو میدونم که طالبان با قدرت توی افغانستان اومد و با قدرت داره عمل میکنه. این هستش که به نظر من صحبت از این که طالبان پایگاهی نداره و امکان داره که به زودی بره شاید چیز درستی نباشه، دور از واقعیت باشه. و نکته دیگه این که فکر میکنم که اگر صحبت میکردن بیشتر در مورد شرایط زنان، شرایطی که الان زنان و دختران افغانستان در اون هستن که بسیار دردناکه، بسیار وحشتناکه، نه تنها از نظر شخصی، از نظر آینده افغانستان. یعنی ما در 10 سال آینده در افغانستان احتمالاً طبیب زن نخواهیم داشت و من نمیدونم که حتی بارداری، مسئله بچه داری و مسائل بهداشت زنان اصلا چه شکل روی خواهد گرفت، به دلیل اینکه اجازه نمیدن که زنان دانشگاه برن، دکتر بشن، ماما بشن. این یک حوزه خیلی کوچکی هستش که من فکر میکنم که در آینده فاجعه بزرگی برای جامعه مؤنث افغانستان خواهد بود. و نکته دیگه هم که باز صحبت نشد، شرایط فعلی زنای افغانستانه، یعنی شرایط زندگیشون، خشونت هایی که علیه اونا میشه، خشونت های خانگی، خشونت های اجتماعی، خشونت های محیط زیستی، از هر نظر که ما فکر کنیم. یعنی در واقع ما یک نیمی از جمعیت افغانستان داریم که زندانی هستن و این نیمی حتی اجازه رفتن به پارک هم ندارن. بنابراین ما میبینیم که نیمی از جمعیت افغانستان در حال حاضر عملا زندانی هستن و یک کاش که سخنرانان راجع به این موضوع هم اشاره میکردن و میگفتن که شرایط واقعی زنان افغانستان چی هست و چه راه حلی براش میتونن ارائه بدن. پس از تنفس، کتاب جدیداً منتشر شده دکتر عبدالخالق لعلزاد، راه حل‌های علمی عملی بحران قومی و ساختاری افغانستان توسط دکتر دادخداداگی مرور و معرفی شد. So, I don't have to say much about Ustad Lalzad since all of us know him quite well, but I would like to speak about the recently published book, which is called, the title of the book, غیر متمرکزی سازی کشور در چارچوب و ولایت‌های موجود بر بنیاد عدالت شهروندی و توازن اجتماع. طوری که شما در بخش اولی محفل امروزی دیدین، همه دوستان درباره پیامدهای فروپاشی رژیم سابق و رژیم موجود یا طالبان به تفصیل سخنرانی کردن. من شما را به پسا طالبان میبرم. اگر فردا طالبان سقوط کرد، چی باید کرد؟ یعنی باز همان نحوه سابق
که لوی جرگه دایر شود، چند نفر بزرگان جمع شوند و به حساب شرکت قومی باز همان تناسبی 40% پشتون، 30% تاجیک، 20% هزاره، 10% ازبک و غیره تقسیم بکنند دیگر. و این در طول 100 سال گذشته این شیوه در افغانستان معمول بوده و تقریبا پذیرفته شده است دیگر. نامش گذاشتیم که راه حلی که من پیشنهاد دارم غیر متمرکز سازی کشور در چوکات ولایات موجود است. چگونه؟ بر بنیاد عدالت شهروندی و توازن اجتماعی. یعنی هر کدام از این دلیلی داره چرا غیر متمرکز سازی، چرا در چوکات ولایات موجود و عدالت شهروندی با توازن اجتماعی چه ارتباطی داره. کلمات در اینجا بسیار زیاد اهمیت دارند و این امر زمانی ممکن است که ما از گفتمان قومی ایدئولوژیکی حاکم در فضای افغانستان بتانیم عبور بکنیم به چی؟ به گفتمان عدالت. سخنران بعدی خود دکتر عبدالخالق لعلزاد بود که توضیحات نسبتاً مبسوطی در مورد محتوای کتاب جدیداً منتشر شده خود به فارسی داد. دکتر لعلزاد برخلاف سخنرانان بخش اول کنفرانس که به وضعیت گذشته و موجود می پرداختند بر دوره پسا طالبان تمرکز داشت و به ضرورت رویکردهای نوین به جای گفتمانهای موجود در میان افغانستانی ها پرداخت. پس از این سخنرانی ها دکتر عمر فاروق از طرف هیئت امنای پریسا از اطلاعات و دانش ارزشمند ارائه شده در کنفرانس تعریف کرد و از اثرات نقض حقوق بشر در جامعه صحبت کرد و در پایان از دستاندرکاران کنفرانس سپاسگزاری کرد. Such are the events which hold the potential of being the ears of the global north. تمام دوستایی که علاقه دارن بیشتر با یکی دیگه آشنا شوند در رابطه با کارهای بعدی، اشتراکات بعدی و این شکل تبادل نظریات بسیار نزدیک با دیگر شرکت کنن، میتونیم که اینجا تشریف ببریم. به دنبال دکتر فاروق، آقای جمال حیدری، مدیر کانون همیاری فرامرزی پارسی زبانان، از دیگر دستاندرکاران کنفرانس قدردانی کرد و وعده همایش‌های دیگری پیرامون موضوعات حاد در منطقه و جهان داد. پایان بخش کنفرانس اجرای موسیقی افغانستانی ایرانی بود. بعد از 4 سال سقوط نظام در افغانستان، با اینکه کنفرانس ها و مجالس مختلفی برگزار شده پیرامون علل و عوامل سقوط نظام در افغانستان، ما به این نتیجه رسیدیم که این درد مردم ما را دوا نمیکنه و تاثیرات بسیار منفی بالای وحدت مردم ما داره. با اون منظور کانون همیاری فرامرزی پارسی زبانان به این نتیجه رسید تا تاثیرات سقوط نظام در افغانستان از حوزه اکادمیک و حوزه علمی با 2 نهاد علمی که دانشگاه برونل است و انستیتوت مطالعات پالیسی سازی جنوب آسیا به ارزیابی بگیره. البته تاثیرات سقوط نه علل و عوامل سقوط، تا بتوانیم ما آسیب پذیری ها را شناسایی کنیم، تا بتوانیم ما به مردم خود در راه نجات از امی حالت فعلی از لحاظ اکادمیک، از دید اکادمیک و از دید پروفشنالیزم ایرا ارائه بدیم و راههای خروج در اون قسمت ترسیم کنیم و نظریات متخصصین و اساتید معتبر در این رابطه به گزارش بگیریم. فقط هدف این برنامه امی بود که کانون همیاری پارسی زبانان از دید اکادمیک باید تاثیرات سقوط نظام در افغانستان در حوزه جنوب آسیا و فراتر از اون منطقه به بحث بگیره. ما امی دلیل تغییر عنوان این محفل ما تا نسبت به محافل فرهنگی ما امی بوده و بس. خیلی برنامه خوب بود و ما کوشش میکنیم که در همچین برنامه همیشه تشریف بیاریم، شرکت کنیم، به خاطر که موضوع ایژوکیشن است و فعلا میفهمین که در افغانستان در روی بانوها بسته است
علم و دانش به او خاطر ما باید بیاییم اشتراک بکنیم، حتما تاثیر می داشته باشه. پس از پایان کنفرانس دکتر عبدالخالق لعلزاد کتابش را برای علاقمندان و خریداران آن امضا کرد. کتاب موجود زیر عنوان راه حل علمی و عملی بحران قومی و ساختاری افغانستان است. چگونه؟ یعنی غیر متمرکز سازی کشور در چوکات ولایات موجود بر بنیاد عدالت شهروندی و توازن اجتماعی. این 4-5 کلمه که عنوان می سازه تمام محتوای کتاب است. یعنی ما در افغانستان موجود مشکل قومی داریم، مشکل طبقاتی داریم، مشکل جنسیتی داریم، بحران زبانی داریم و ده بحران دیگه و طرح‌های مختلفی برای از وجود داره. یکیش مثلا متمرکز سازی است، غیر متمرکز سازی است، فدرال خواهی است و تعدادی هم تجزیه پیشنهاد میکنن. بنابراین این کتاب با در نظر داشت همین مشکلی که اگر فردا در پساد فردای طالبان چی باید کرد؟ معمول در افغانستان چنین بوده که یک تعداد اقوام جمع میکنن بر حسب فیصدی های یا درصدی های دروغین 4 تا تاجیک، 4 تا پشتون، 4 تا هزاره، 4 تا ازبک باید تقسیم قدرت بکنن و اینا با سرنوشت جامعه را برسن. دلیل بدبختی جامعه امین است. به همین خاطر این کتاب با در نظر داشت امین شرایط و طرح جدید و روایت جدید در پس فردای سقوط طالبان مطرح شده تا جامعه روشن فکری افغانستان، نخبگان و رهبران سیاسی این مورد غور و نقد قرار بدن، کمبودهایش اصلاح بکنن و بر این داشته‌ها بیافزایند. ببینین ما در افغانستان کمبود زیادی داریم. همون یک مسئله بسیار عامیانه است که شتر را گفتن چرا گردنت کج است، گفت کجای من راست است. در افغانستان ما یک بحران نداریم، ولی از دیدگاه ما بحرانی اصلی یعنی آن چیزی است که روند ناعادلانه یا غیر عادلانه دولت ملت سازی است، بر بنیاد یک قوم یا بر بنیاد ایدئولوژی یا بر بنیاد مثلا زبان که در طول تاریخ 100 سال افغانستان جریان داشته و متاسفانه کمبود اساسی کمبود گفتمان شهروندی است که آیا ما میتونیم از مسئله قوم، ایدئولوژی، نژاد، زبان و منطقه و جنسیت عبور بکنیم و گفتمان شهروندی را در اینجا برا بیاندازیم که در اونجا برابر حقوقی شهروندان مطرح است، جدا از قوم، جدا از زبان، جدا از منطقه، جدا از ایدئولوژی. بنان این کار با در نظر داشت همین مشکل آمده و همین ضرورت اصلی و اساسی مطرح شده است.